اگر عادت داشته باشی برای تیز خواندن نماز حکمش چیست؟ حضرت حذیفه ابن یمان بار میگوید آمد نگاه کرد که یک جوان یا شاید یک موی سفید، امروز موی سفیدها هم تیز میخوانند نماز، یا موی سفید بود یا جوان بود، بی نهایت نماز تیز میخواند، نه رکوع دارد نه سجده دارد. یعنی رکوع و سجده هم در مذهب ابو حنیفه آرام گرفتن در رکوع و در سجده را واجب میگوید. نه رکوع پر دارد نه سجده پر دارد، تیز تیز رکوع میکند، تیز تیز سجده میکند. حضرت چی گفتند؟ حضرت حذیفه گفتند منذ کم تصلی هذه الصلاة، پیش من بیا گفتند چند سال شد که این گونه نماز میخوانی، یعنی نمازی که رکوعی پر نداری، سجده پر نداری، آرام نیستی، سراستیمه هستی که تی صد نماز خوانم از مسجد بیرون شم. چند سال شد؟ گفت 40 سنتن، 40 سال شد که ای حضرت حذیفه من این گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتند؟ حضرت حذیفه گفتند ما صلیت منذ 40 سنة شیئا. گفتند ای برادر عزیز تو تصور کن که 40 سال نماز نخواندی، تو تصور کن. گفتند حضرت حذیفه صحابه پیغمبر بودند، 40 سال تو نماز نخواندی. ولو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه وسلم، اگر با همین احوالی که نمازخوانی داری، اگر با این گونه از دنیا میگذشتی، تو حتی که پیروی محمد ناشده از دنیا میمردی، تو از پیروان محمد صلی الله علیه وسلم به حساب نمیرفتی اگر با این نمازی که تو خوانده ایستاده. این نماز باید که یک آرامش دل باشد، نماز باید که یک ملایمی داشته باشد، یک خشوع داشته باشد، یک ترس داشته باشد، یک لذت داشته باشد. امروز برادرای ما و شما بعضی هاش تیزتر نماز میخوانند که تا که رفته تیزتر باید قضای حاجت کنند. طهارتش تنگی دارد، با همون طهارت تنگیش نماز میخواند و بعدا حاجت خانه میرود.